فکر میکنید چی باعث شده تانک‌ها به این شکل در بیان؟ هیولای کوچیکی که بهش FPV میگن، مخفف First Person View، که یعنی اپراتور تصویر رو از زاویه دید خود پهپاد میبینه. همین باعث میشه کنترل این پهپادها دقیق‌تر و مستقیم‌تر باشه. حالا بیایید مرور کنیم چرا FPV ها در جنگ‌های امروزی اینقدر مهم شدن. یکی از دلایل هزینه پایین و دسترسی زیاد به اونهاست. از طرفی یک پهپاد کوچیک و نسبتاً ارزون میتونه به تجهیزاتی با ارزشی چند برابر خودش آسیب بزنه یا اونها رو از کار بندازه. به همین دلیل FPV ها در میدان نبرد خیلی مورد توجه قرار گرفتن. این پهپادها کوچک، چابک و نسبتاً ساده‌تر از بسیاری از سامانه‌های بزرگ نظامی هستند و میشه از اونها در تعداد بیشتری استفاده کرد. البته نقطه ضعفایی هم دارن. اگر ارتباط اونها مختل بشه، کنترلشون سخت یا غیر ممکن میشه، که البته برای این هم فکری شده و اونم استفاده از فیبر نوری به جای ارتباط رادیویی. در واقع اهمیت FPV ها به خود پهپاد مربوط نمیشه، بلکه نشون میده جنگ مدرن چطور به سمت سامانه‌های ارزان‌تر و پرشمارتر رفت. به نظر شما آینده میدان نبرد بیشتر متعلق به کدام تجهیزاته؟ ساده و ارزان‌تر یا گرون و پیچیده‌تر؟ ممنون از همراهی شما.